چرا همیشه زنگ تفریح ها اینجوریه؟ یه پرده که از بیرون نگاش میکنی فکر میکنی 10 دقیقه آرامش داری و آروم ریلکس، ولی خودش مثل جنگ جهانی سومه. در کلاس رو که باز میکنن انگار در قفس مرغا رو باز کردی یا در طبیله رو باز کردی، همه میزن بیرون، یکی میره یکی میاد یا یکی داره لب در کلاس خفه میشه. توی همین 10 دقیقه همه اتفاقی هم میافته، نترسید. جدایی میشه، آشتی میشه، دعوا میشه و مهمترینش معامله لقمه هاست. توی این 10 دقیقه یه معامله لقمه انجام میشه که توی 100 روز هم انجام نمیشه. یه لقمه رو میده آیفون 17 میگیره، انگار توی این لقمه لامصبی اورانیوم گذاشته. یا که یه درصد از بچه ها داریم که کلا تا زنگ تفریح میخوره فقط میخوان با آدم درد و دل کنم. هنوز نذاشته من نفس بکشم میگه بچه ها ویدیو رو لایک کنم.